مهدی. بله، چرا انقدر دیر کردی؟ 1 ساعت پیش گفتی 10 دقیقه دیگه میرسی. 10 دقیقه تو مگه 1 ساعته؟ ترافیکه، خیابونای این اطراف همیشه شلوغن. اینا رو ولش کن. رفتم کلاس آرایشگری، امروز روز اولم بود. خانومه میگفت خیلی کارم خوبه، میتونم یه عروس رو الان آرایش کنم. فقط یه ضعف کوچیک دارم، باید تو 4 تا کلاس دیگه شرکت کنم تا درست شه. اون خانومه داشته تا بازو میذاشته. بهتره دیگه پیشش نری، خطرناکه. یهو دیدی 6 تا کلاس دیگه مثل جودو، تکواندو، ژیمناستیک هم تو رو فرستاد. میخوای بهت نشون بدم کارم چقدر خوبه؟ آره، خودتو آرایش کن. خودمو که نمیتونم، بیا تو رو آرایش میکنم. چی؟ من نمیخوام گریم زامبی شم. همینجوری قیافم اوکیه. لطفاً میخوام بهت نشون بدم. تازه آرایش مردونه هم بلدم، نگران نباش. بیا بریم پشت بوته آرایشت کنم. چی؟ بوته؟ کجا؟ بریم. بیا. ملیکا، آینه رو بده، فقط میخوام ببینم چقدر جذابم کردی. جدی ایراد نمیگیرم. خیلی خوب شدی، فقط به نظرم باید کلاسای بیشتری برم. بذار با گوشیم ببینم چطور شد. وای، این کیه دیگه؟ چی کار کردی با من؟ چرا LGBT شدم؟ میخوای با هویت خدمتدار من شوخی کنی؟ خیلی خوب شدی که تکون خوردی، رنگ پخش شد. آره، پخش شد، رسید تا دم کو. اینجوری نگو. با این قیافه برم بیرون یا به جرم LGBT منو میگیرن یا فکر میکنن فضایی هم از وسط نصفم میکنن ببینن تو من چیه. منو باش فکر کردم برای چیزی دیگه اومدیم پشت بوته. نگو دروغ 13 بود.